شوره جون خوشحالم که اینجا بایستادم دارم کاراتو میبینم. اگه ممکنه یه توضیحی هم به من بده در رابطه با کاراتو، زمانشو که انجام شده، که شما به پاریس رسیدین، ممنون میشم. قربونت لیلا جون، ما الان فکر میکنم یه 2-3 هفته‌ای هست ما بعد از آتش بس زمینی اومدیم به خاطر کارامون البته، ولی تو دوران جنگ واقعا نمیتونستیم ول کنیم ایران، انگار دست ما اول یکیشون ببینیم بعد با من صحبت کنیم. نه اینجوری هم ببینیم بعد دوباره میذارم سرش. همیشه کارشون من کیف میکنم. اینا مال دوره همون خود جنگ، دوره‌ای که ما تو ایران بودیم و همه گیر کرده بودیم که اصلا چی فکر کنیم و برنامه‌مون چی باشه. یه فشار عجیب غریبی رو همه بود و هیچ کاری نداشتیم که بکنیم، همه جا تعطیل بود و راه حل من این بود که تو خونه بشینم، کار کنم، ورزش کنم، همین. یعنی صبح تا شبمون اینجوری تقریبا میگذشت. این سری کارا با مداد رنگی، حس مداد رنگی داشتم چون من خیلی زیاد طراحی میکنم. مداد رنگی بیشتر بهم حال میداد و اینکه یه جایش رو ول کنم، حس تمرکز و چیز بهم میداد. بله. یعنی اینایی که شما میکشیدین در زمان که با مداد رنگی طراحی میکردین، یه از کل این فشارهای روحی احساس رهایی بهتون میداد. کاملا قابل حس ما. همیشه کار تنها چیزیه که آدم فکر میکنه دیگه تکلیفش روشنه، یعنی داری یه کاری انجام میدی مثبته. رنگایی که انتخاب میکنین همش روی همینجوری حسی بوده؟ چجوری بوده؟ رنگایی که تو کار؟ بله یه آبی آسمانی قشنگی میبینم که همیشه تو کاراتون میاد. البته من عکس میگیرم و کار میکنم باشه، ولی انتخاب آره دیگه رنگا رو نمیدونم چطور. این حس رهایی، حس آزادی هم پشتشه. نمیدونم رنگ آسمون آبی و انگار که فکر شده نیست، مگه اینکه شما که میبینین این برداشت رو من این حس رو کاملا دارم که من معمولا خیلی چیز ندارم که توضیح بدم کارم این رنگش به این دلیله یا به اون دلیله، ولی خودم حسی میرم دیگه. بیننده باید خودش ببینه چه حسی، ولی من موقعی که نگاه میکنم واقعا حس خوب رهایی میده. آره بگردی همیشه نمیدونم از زمانهای قبل که کار شما رو فالو میکنم باز برمیگردم روی همین سوژه. میگم برای من یه آبی خاص شهر مهرانه، یه آبی خاص شماست. مثلا چجوری اون وقتا میگفتن آبی کلان، ایو کلاین، یه آبی خاصی شما داره که همیشه برمیگرده تو کار. جالبه چون من الان که میگی متوجه میشم که من این کارو دارم میکنم ولی هیچ وقت آگاهانه نبوده. آبی اولترامارین و من متوجه شدم که همیشه اولترامارین هم زودتر میشه. خیلی عالیه، خوب شد دیدی. آره اینو به چشم آمد بعد از که سالها میگم فالو میکنم کارتون، نگاه میکنم. پس خوب دیدی که چیزی رو متوجه شدیم خودم هم نفهمیدم. شوری چون من یه سوالی دارم. این شلوار جینی که همیشه هم میاد، اینم چی توضیح داریم بدین یا نه؟ خیلی دوست دارم و اینکه وصف حال آدمای واقعیمه. یعنی دخترایی که حلقه انگشتشون دارن، نمیدونم که چیز جین کشیدنش هم برام حال خوبی داره. بالاخره یه سمبولیکیه جین، کسی که خودشه دیگه، زیادی فشار نمیذاره تو لباس پوشه. بله کاملا متوجهم.
راست میگم اینجا جین هست. اما همچنین تاکیدم یکی از این جینه باشه. متوجه شدم. شده جون 4 تا کار تموم شده از ایران آمدن. بله. یه کار ناتمام دیدم تو کاراتون. اینو اینجا شروع کردم. همینجا برای اینکه ویزام باز وقت پیدا میکنم که کار کنم. یه آتلیه نداریم. نداره دیگه. بله. از این زدم اینم اینجا دارم تمومش میکنم و من اجازه دارم، ببخشید، من اجازه دارم موقعی که این کار تموم میشه بیام اینو دوباره فیلم برداری کنم ببینم این که تو پاریس تموم شده چجوری تموم میشه. حتما خیلی هم خوشحال میشم. مرسی که اومدی. مرسی از شما. قربونت. مرسی.